به نام خدا. سلام شاگردای بسیار نازنین، همتان خوب و صحتمند و سالم هستیم؟ بله. همه بخیر آمده بستم؟ بله. بسیار عالی. شاگردای عزیز، خوش آمدین به یک درس دیگه ما در مضمون کیمیای صنف هفتم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون کیمیا میخوانیم. البته باید براتان یادآور شوم اولین درس ما از فصل دوم کیمیا هست. پس از همه شما میخوایم قلم و کتابچه‌تان پیشتان حاضر و آماده باشه، نکات مهم درس را یادداشت کنید و از همین شروع فصل از ابتدای کتاب تا جای درس را هر روز در خانه تکرار کنید تا درس های ابتدایی فراموشتان نشه. شاگردای بسیار نازنین، ما در فصل اول کیمیای صنف هفتم در مورد ماده، اتم، عنصر، انواع ماده، در مورد حالات فیزیکی ماده، خواص فیزیکی ماده، تفاوت بین خواص فیزیکی و خواص کیمیایی ماده خواندیم و فهمیدیم همه این موضوعات چی هستند. مثال ها را براشان کار کردیم، اجسام شناور، غیر شناور را شناختیم. در این فصل ما در مورد مخلوط ها میخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای بسیار نازنین، عنوان درس امروز ما مخلوط ها است. این درستان شامل صفحات 22 الی 26 کتاب کیمیایتان هست. شاگردای عزیز، قبل از اینکه درس امروز را شروع کنم براتون بگم مخلوط چی هست. بیاین کوتاه اهداف درس امروز را با همدیگه مرور کنیم. اولین هدف ما در درس امروز این است که بفهمیم مخلوط چی هست. هدف دوم ما این است که بفهمیم مخلوط ها دارای کدام انواع هستند، فرق بین مخلوط متجانس و مخلوط غیر متجانس چی هست. هدف سوم ما این است که بفهمیم مخلوط ها را به چند طریقه میتونیم جدا بسازیم. پس بیاین در ختم این درس خود به همین اهداف خود برسیم. شاگردای بسیار نازنین، بیاین با تعریف مخلوط شروع کنیم. قبل از اینکه مخلوط را براتون تعریف کنم، بیاین به این شکلی که براتون نشان میدم خوب دقت کنید. شما در این شکل چی میبینید؟ در حقیقت شما یک مخلوطی از کشمش و نخود میبینید. مخلوط را چه قسمی تعریف میکنیم؟ مخلوط عبارت از یک جا شدن دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، طوری که بین اجزای تشکیل دهندشان عمل متقابل فیزیکی و کیمیایی صورت نگیره. به این ماده مخلوط گفته میشه. تعریفش کمی مغلق معلوم میشه، اما حالا اگه براتون این تعریف را وضاحت بدم شما میفهمید که چه تعریف ساده ای است. گفتم مخلوط عبارت از یک جا شدن دو یا چند ماده هست. همین قسمی که شما در کشمش و نخود میبینید، در مخلوط کشمش و نخود میبینید، کشمش و نخود با هم دیگه یک جا شده، دو ماده مختلف با هم دیگه یک جا شده با یک نسبت غیر معین و کیفی، کاملا به شکل کیفی. یعنی شما حساب نمی کنید که 2 یا 4 یا 20 عدد نخود باشه و 20 عدد کشمش. به یک نسبت غیر معین یک مشت نخود میگیرین، یک مشت کشمش میگیرین و اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنین. یعنی نسبتشان غیر معین است. یک نخود در برابر یک کشمش وجود نداره. نسبت ها کاملا غیر معین و کیفی می باشن. یعنی تعداد نخودها و تعداد کشمش ها کاملا برابر نیست. و از طرف دیگه براتون میگم که عمل فیزیکی و کیمیایی متقابل یا عمل متقابل فیزیکی و کیمیایی بین این دو ماده وجود نداشته باشه. هدفم چی هست؟ هدفم این است که شما وقتی نخود را با کشمش یک جای میکنید، هیچگاه در خواص فیزیکی و کیمیایی کشمش و نخود تغییر ایجاد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نخود به کشمش تبدیل نمیشه، کشمش به نخود تبدیل نمیشه. یعنی زمانی که شما در مخلوط ها دو یا چند ماده را با هم دیگه مخلوط میکنید، یک جا میکنید، اجزای تشکیل دهنده مخلوط خواص فیزیکی و کیمیایی خود را حفظ میکنن، به یک دیگه تبدیل نمیشن یا یک ماده جدید از اونها ساخته نمیشه. پس تعریف مخلوط همینقدر آسان بود، یک جا شدن دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، طوری که عمل فیزیکی و کیمیایی متقابل یا عمل متقابل فیزیکی و کیمیایی بینشان وجود نداشته باشه. همون قسمی که شما مثالش را دیدین، کشمش و نخود. بیاین یک مثال دیگه که براتون نشان میدم را به دقت ببینید. مثلا برنج و ماش یک مخلوط دیگه هست.
تعداد برنج ها و ماش ها با هم دیگه متفاوت هست، اما برنج و ماش در اخیر دوباره برنج و ماش هستن. هیچ وقت برنج به ماش تبدیل نمیشه، ماش به برنج تبدیل نمیشه و یا یک ماده جدید از یک جا شدن این دوتا ساخته نمیشه. شاگردای عزیز، بیاین که حالا براتون بگویم مخلوط ها به چند نوع هست. به شکل عمومی مخلوط ها به دو نوع می باشه: مخلوط متجانس و مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که نسبت بین اجزای تشکیل دهندش در تمام قسمت های سیستم مساوی و برابر باشه. هدفم چی هست؟ بیاین به این مثالی که براتون نشان میدم دقت کنید. شما میبینید یک مقدار بوره داخل یک گیلاس آب انداخته شده یا داخل یک ظرف آب انداخته شده. وقتی که شما یک مقدار بوره را داخل یک مقدار آب میاندازین و او را شور میدین تا کاملا بوره در آب حل شود، در نتیجه شما به یک مخلوطی دست میابین که این مخلوط یک مخلوط متجانس هست. یعنی نسبت بین اجزای تشکیل دهندش، نسبت بین بوره و آب در تمام قسمت های سیستم یا در تمام قسمت های مخلوط ما یکسان هست. اگر شما یک مخلوط کاملا درست از بوره و آب را تشکیل بدین، قسمت بالایی آب هم مزه شیرین داره، قسمت پایینی آب هم مزه شیرین داره، قسمت وسطی آب که مثلا از یک گیلاس اگر شما بخواید بچشین مزه شیرین داره. یعنی چی؟ یعنی نسبت بین اجزای تشکیل دهندش در تمام قسمت های سیستم یکسان و برابر هست. به این مخلوط میگن مخلوط متجانس. دومین نوع مخلوط ما مخلوط غیر متجانس است. همون قسمی که در اول مثالش دیدین، کشمش و نخود. یا مثلا ریگ و براده آهن. براده آهن تکه های بسیار کوچکی از آهن می باشه. اگر ریگ و براده آهن را با هم دیگه یک جای کنین، شما یک مخلوط چی دارین؟ غیر متجانس دارین. چرا؟ چون نسبت بین اجزای تشکیل دهندش در تمام قسمت های سیستم یکسان نیست. ممکن در یک قسمت ریگ زیاد باشه، در یک قسمت براده آهن زیاد باشه. یا در مخلوط کشمش و نخود ممکن در یک قسمت کشمش زیاد باشه، یک قسمت نخود زیاد باشه. شاگردای عزیز، امیدوارم تا این قسمت با مفهوم مخلوط و همین قسم مخلوط متجانس و غیر متجانس آشنا شده باشیم. در این قسمت درس با همدیگه میخوانیم که مخلوط ها با چند طریقه از همدیگه جدا میشن. به طور مثال، خب شاگرد عزیز، قبل از اینکه مثال رو براتون یادآور شوم، براتون این مسئله را باید به شکل واضح بگویم که مخلوط ها توسط طریقه ها یا شیوه های مختلفی میتونن از همدیگه جدا شوند. یعنی شیوه ها و طریقه های مختلفی وجود داره که باعث جداسازی مخلوط ها از همدیگه میشن. به طور مثال، همین مخلوطی که از کشمش و نخود در ابتدای درس دیدیم، ما به شکل بسیار ساده با جدا کردن کشمش از نخود میتونیم این مخلوط را از هم دیگه جدا کنیم. یعنی شما میتونید کشمش ها رو در یک طرف و نخود ها رو در دیگه طرف قرار بدین و مخلوط جدا میشه. اما بعضی از مخلوط ها وجود داره که به این طریقه آسان جدا شدن نمیتونه. زمانی که شما یک مقدار نمک را داخل آب میریزین، دیگه نمیتونید که نمک ها را با دستتان بگیرین جدا کنید و آب را با دستتان جدا کنید. در اینجا ما به یک طریقه دیگه نیاز داریم تا که مخلوط را از یک دیگه جدا کنیم. به خاطر جدا کردن مخلوطی، یعنی مثل یک مخلوط متجانس، مثل مخلوطی از آب و نمک، ما چی باید کنیم؟ از یک طریقه دیگه استفاده کنیم. این طریقه ما مثلا طریقه چی می باشه؟ طریقه تبخیر می باشه. زمانی که شما آب را که دارای نمک می باشه یا مخلوطی از نمک در او قرار داره یا آب با نمک مخلوط شده، این مخلوط را بالای یک مقدار حرارت قرار میتین، در نتیجه چی میشه؟ آب آیسته آیسته گرم میآید، بعدن به جوش میآید، بعدن شما یک مقدار حباب ها را در قسمت بالایش میبینید که آب به غلیان آمده، بعدن شروع به تبخیر میکنه. از سطح آب میبینید بخارها جدا میشه و به فضا پراکنده میشه، در نتیجه مایع به گاز تبدیل میشه و بخارها یا شما از سطح مایع میبینید که جدا شده. خب اگر شما حرارت را ادامه داده برین، مایع بیشتر به غلیان آمده، بیشتر تبخیر میشه، بالاخره به حدی میرسیم که تمام آب تبخیر میشه، تمام آب به بخار تبدیل میشه. از طرف دیگه شما در پایین ظرف یک مقدار ماده سفید رنگ را میبینید که او در حقیقت نمک هست. یعنی ما مخلوط نمک و آب را توسط کدام طریقه میتونیم جدا کنیم؟ توسط تبخیر کردن. مخلوط را بالای حرارت میگذاریم، حرارت میدیم و در نتیجه آب به بخار تبدیل میشه و مقدار ماده سفید رنگی که در پایین ظرف باقی میمانه و عبارت از چی است؟ نمک هست.
طریقه های دیگه هم در جداسازی مخلوط ها وجود داره. از جمله 2 طریقه بسیار مهمش، یکی طریقه فیلتر کردن هست و یکی هم طریقه تقطیر تدریجی هست. ما در روز بعدی روی این 2 مسئله بیشتر بحث میکنیم. فعلا در این درس ما با همین 2 طریقه آشنا شوین. یکی به شکل بسیار ساده شما میتونید توسط دستان مخلوط های ساده را از هم دیگه جدا کنید، مثل کشمش و نخود، و یا هم توسط تبخیر نمودن شما میتونید مخلوط نمک و آب را از یکدیگر جدا کنید. آب به بخار تبدیل میشه و نمک در پایین ظرف یا در قسمت تحتانی ظرف باقی میمانه. از طرف دیگه مخلوط براده آهن و رگ را شما توسط یک آهنربا یا توسط یک مغناطیس میتونید از یکدیگر جدا کنید. قسمی که مغناطیس را بالای همین مخلوط قرار میدین، براده های آهن به مغناطیس وصل میشن و در اخیر ریگ باقی میمونه. خب شاگردای عزیز، این بود از درس امروز ما. کس در درس امروز سوالی یا مشکلی نداره؟ استاد یک سوال دارم. خب زهرا جان سوال داری؟ بپرس سوالت را. تفاوت بین مخلوط متجانس و غیر متجانس چیست؟ بسیار عالی. زهرا جان میپرسه استاد تفاوت بین مخلوط متجانس و غیر متجانس چی هست؟ خوب متوجه باش. مخلوط متجانس به اون مخلوطی گفته میشه که نسبت بین اجزای تشکیل دهندش در تمام قسمت‌های سیستم یکسان و برابر باشه. همون قسمی که شما مخلوط بوره و آب را دیدین، مخلوط نمک و آب را دیدین، در تمام قسمت‌های سیستم نمک و آب با همدیگه برابر هستند. اما مخلوط غیر متجانس مخلوطی گفته میشه یا به مخلوطی گفته میشه که نسبت بین اجزای تشکیل دهندش در تمام قسمت‌های سیستم مساوی، برابر و یکسان نباشه. مثلا کشمش و نخود، مثلا برنج و ماش، مثلا ریگ و براده آهن. ممکن است در یک قسمت یکی از اجزای مخلوط زیاد باشه و در یک قسمت مخلوط یکی از اجزای باقی مانده مخلوط بیشتر باشه. جواب سوالت را گرفتی زهرا جان؟ بله استاد. بسیار عالی. کسی دیگه سوالی نداره؟ نه خیر. بسیار خوب. شاگردای عزیز، درس ما در همین قسمت به پایان میرسه. ما در درس امروز در مورد مخلوط ها فهمیدیم مخلوط عبارت از یکجا شدن 2 یا چندین ماده و یک نسبت غیر معین و کیفی است که عمل متقابل فیزیکی و کیمیایی بین اجزای تشکیل دهندش وجود نداشته باشه. مخلوط ها را فهمیدیم و 2 دسته، متجانس و غیر متجانس، و فهمیدیم مخلوط ها را به طریقه ها و شیوه های مختلف میتونیم از هم دیگه جدا کنیم. با طریقه های بسیار ساده و همین قسم با طریقه های بسیار پیچیده. یک از طریقه های پیچیده‌اش را فهمیدیم که چی است؟ تبخیر هست. با 2 طریقه دیگه‌اش در درس دیگه آشنا میشیم. امیدوارم درس امروز را در خانه تکرار کنید. قبل از اینکه درس امروز را تمام کنم با شما 2 سوال را به حیث کارخانگی دارم. سوال اولتان این است که نوشته میکنید مخلوط چیست؟ سوال دومتان این است که نوشته میکنید تفاوت بین مخلوط متجانس و غیر متجانس چی است؟ روز بعدی کارخانگی هایتان را به صنف بیارین. در هر قسمت درس اگر برتان سوال ایجاد میشه حتما سوالاتتان را روز بعدی از من بپرسین. تا روز بعدی که دوباره هم مضمون کیمیا داریم. همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.